سلام، من کیمیا. منم ریحانه. خوش اومدید به قسمت 6 پادکست تاکالیک 2. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد. سلام. چطوری؟ قربونتی، شما چطوری؟ چه خبر؟ والا خبر از شما این هفته اینطوری ریحانه اینطوری بود که من 1000 تا فیلم دیدم و میخوام در موردشون صحبت کنم. بفرما. میدونی یه دلیلی داشت، چون کیمیا گفت خیلی در مورد فیلم حرف میزنیم. خواستم بهش بگم که ذره‌ای برام ثانیو. بگو چه خبر، چه کردی؟ هیچی دیگه، من دارم میگم خبر دست توه. نه بگو. من هیچی نکردم، درگیر مهمون بازی بودم. فقط یه قسمت شیملس دیدم. خوبه. خیلی دلم خواست یه دفعه برم دوباره پراید اند پروجیدس رو ببینم و اصلا برام مهم نیست که بعضیا دوگ منو میگن فیلم قشنگی نیست. بابا اشاره مستقیم نمیکنن. خیلی ماسته طرف. اصلا قشنگ درسته تهش اینطوری بود که عاشقت میشوم، ولی نه. آدم دوگ بچه‌ها مثل آدم دوگ نباشی. نه. خیلی فیلم قشنگیه. من درسته میدونی شاید چون از کیرا نایتلی هم خوشم نمیاد، از فیلمش کلا خوشم نیامد. آدم دوگ. کیرا نایتلی واقعا جالب نیست. آدم دوگ، مثل آدم دوگ نباشین. خیلی بازیگر، من نمیفهمم، خیلی بازیگر خوبیه. خوشگلم هست. مجدد شبیه ماسته. بازیگر آدم دوگ. نه خیلی هم من دوستش دارم، همین رو دوست دارم، هم آقایه رو دوست دارم. کی بود اسمش؟ متیو مکانهی. نه یادم به متیو مکانهی نبود. از کف رفت. دیگه چی دیدی؟ دیگه همین دیگه اونو دیدم. بعدش دیشب آنا کارنینا دیدم نصفشو. آنا کارنینا رو من همیشه نصف تیکه دیدم. آنا کارنینا همونه که جدیدشو لیلی راینهارت بازی کرده. راینهارت که نه، این خانمیه مال سیندرلا. لیلی جیمز؟ نه؟ شادم ساخت تا جایی که من میدونم. یه آنای دیگه ای هم هست، فکر کنم مال 2017. هر آنایی که آنا کارنینا نیست، میدونی که میتونه باشه. مرسی. خب دیگه همین دیگه اینا دیدم، چیز دیگه ندیدم. انتخابات خوش گذشت؟ دست دانشگاه آزاد درد نکنه. این فوشه. توی سکوتم هزاران فوش نهفته است. چرا الان انتخاباته؟ بالا سوال ما هم همینه که چرا الان؟ مرداده ها. من یه اتفاق جالبی که افتاده، هنوز امتحانای ترم تابستون تموم نشده. بعد اصلا شروع نشده که بخواد تموم شه این فکت. بعد بچه‌ها می‌خواستن، بچه‌هایی که ترم تابستون داشتن می‌خواستن برنامه امتحانیشونو بگیرن. بعد چون خورده به انتخاب واحد ترم مهر، قاطی پاتی شده. تا ترم مهر رو تو تصویه نکنی اجازه نمیده امتحانای تابستون تو ببینی. خیلی دوست دارم دانشگاه آزاد. شما هم اینطورید که یه شهریه ثابت میدیم بعد چند ماه بعد آخر ترم متغیر میدیم؟ نه فکر کردم مثلا یه جا میدید، چون مامانم گفت ما یه جا میداد. بر حسب اضافه تو باید مثلا تصویه کنی دیگه، ولی اگر ما برای کارت ورود به جلسه تصویه. آره دیگه، ما هم اگر ندیم برای حسب اضافه میره تا چه مسخره بازیه. ما فکر کنم ته شهریور انتخاب واحدمونه. خوش به حالتون. ما هم باید والا ته شهریور باشه منطقا. اصلا خیلی مسخره است. خیلی مسخره است. به این فکر کن که ایشالله آنلاین میشه. من معدل این ترمم خیلی بالا شد، راضیم. من یه چیز دارم. من برعکس تمام همنسلیام و همسنام اصلا فن آنلاین نیستم. یعنی هر موقع که درس ها آنلاین شدن اتفاقا برعکس من نمرم اومده پایین به جای اینکه بره بالا. همیشه. میدونی اینو قبول دارم که از وقتی کرونا و اینا اومد آنلاین شد اصلا دیگه درس نخوندیم. آره درس که نخوندیم، بعدم کلا آنلاین میشه من دیگه اصلا ول میکنم.
تا زمانی که همه چی حضوریه قشنگ میرم میام، چه من فعالم سر کلاس، آنلاین که شد اینطوریم که خب خداحافظ. ولی آره یعنی تقلب اینا هم نمی‌کنی برای امتحان آنلاین چه؟ فکر چه کردم اسکولم. ببین درسته که دوست ندارم ولی اسکول نیستم دیگه. منطقیه. ولی آره معدلم خیلی خوب شد، راضیم. یکی این ترم معدلم خیلی خوب شد، یکی ترم یک دانشگاهم. من معدلم اومد اتفاقا پایین مثل همیشه. ای بابا. من این بود خبرم. شما چه خبر؟ اول اینکه یه مقدار خیلی خیلی زیادی فیلم دیدم. فیلم بیشتر، سریال ندیدم. به چی دیدی؟ اول اینکه 2 قسمت اتک دیدم باز. دست بزن. باز وایسن دست بزنم. جالب داره میشه. یعنی جالب هست. حوصله میخواد که ببینم که نمیدونم چرا ندارم. این چه حوصله ندارم. نمیدونم طول میکشه. بعد هی باید دقت کنم بهش. من درکت نمی کنم که چی میگی. یعنی چی حوصله نمی کنم. نه میدونی وقتی میشینم میبینم عالیه، ولی اینطوری هم که خب حالا باید یه وقتی رو خالی کنم که بشینم نگاه کنم با دقت. چون میدونی تو مشکل چیه؟ تو فیلم ها رو میذاری یه گوشه کارتو انجام میدی، اونم تو گوشته دیگه. ولی این چون ژاپنیه دقیقاً چون نمیتونم و نمیخوام دوبله ببینم مجبورم بشینم دقت کنم بهش. ولی جالبه. ولی درد نکنه. یه موضوع یه فصل کامل کش میدن خیلی تو اعصابم. یه موضوع فصل از اول فصل تا حالا درگیر ملکه شدن هیستوریان. خب نصف فصل میدونی یه فصل کامل نشدن. خب همین تازه ملکه شد. خب نصف فصل میدونی که. خب باشه، یعنی میگم خیلی کش میدن. همه این قضایاشون توی فصل تموم میشد. کل 4 فصلش. ببین نبین. به نظرم نبین. هر کسی هر جور دلش بخواد میتونه ببینه. نه خیر. نبین بچه‌ها، مثل ریحانه نباشین. اگه میخواین یه فیلمی رو ببینین یکی بهتون پیشنهاد میکنه، یا فیلم رو نبینین یا درست ببینین. نه دارم درست میبینم. خدایی حتی یه بارم جلو داری میگی همه 4 فصل رو میتونه تو یه فصل تمام کنه. میگم ذهنیتم اینه که میتونستن همشو تو یه فصل جمع کنه. دیگه گوش کن. خیلی فیلم های مارولی دیدم. چقدرم که تو ذوق میکنی وقتی من میگم. بذار سرعتی بگم. بگو. یادم رفت. دردویل دیدم. دردویل اون سری هم گفتم چون اون موقع نصفش دیده بودم. دردویل خیلی جالب بود. خود فیلمش جالب. الکترا رو دیدی آخه؟ الکترا هم دیدم. قشنگ بود؟ الکترا خیلی خانومیه، خیلی مشتیه. خانومیه همینه که نه میدونم خانومیه که. نه میگم این اونه که میلیون دلار بیبی رو بازی کرد. خانومیه خیلی دافه، خیلی هیکلش خفنه، دوست داشتم. کلا من شخصیت الکترا رو دوست دارم. شخصیتش هم خیلی جالب بود. اینکه این شخصیت‌های مارول که خیابونی و اینان خیلی جذاب ترن. کلا آره. ببین من از شخصیت‌های مارول اونایی که خیلی یه دفعه سوپر هیرو ندارن و بیشتر دوست دارم. مثلا آسیب پذیرترن. آره مثلا مت مورداک به نظرم خیلی شخصیت مارولی جالبیه، چون میدونی درست سوپر پاور اون طوری نداره، فقط خیلی خوب مبارزه میکنه. درسته که مثلا چه میدونم شنواییش بهتره، چه میدونم بویایی بهتری داره، ولی اینطوری نیست که دفعه میدونی؟ اونم جذابیت خاص خودشون. آره جذابیت خاص خودشونو دارن، ولی میگم من اونها رو دوست دارم که مثلا مبارزش بهتره. دوست دارم. اینو داشت داخل دردویل سریال که وقتی بارون میومد میدید تقریبا. داخل این فیلمه اینطوری بود که وقتی بارون میاد باعث میشه من تقریبا ببینم. وقتی یه جایی میستاد که بارش بارون بود یه شبیه سازی گونه ای از چهره های دور و برش میدید. خیلی برام جالب بود، باحال بود. نمیدونم این اسپویل حسابه یا نه، ولی تو سریالش اینطوری بود که میگفت ببین من میبینم ولی خیلی کم میبینم و انگار دنیا تو آتیشه برام. نه پس این هیچ ربطی به اون نداره. بعد
کور شدنش مثل داخل فیلمش از مواد شیمیایی اینا بود. یه کمی فرق دارن پس. من باید ببینمش. بعد یه جا دیدم که داخل سریال کر میشه یه جایی. آره یادش افتادم. چقدر من اون قسمت ها رو دوست داشتم. باید ببینم. تو برو اونو ببین، من برم اینو ببینم. بعد دیگه گوست رایدر دیدم. قشنگ بود. خیلی خوب بود. ببین این نیکولاس کیج واقعا بازیگر خوبیه. عشق کردم. خیلی باحال بود. واقعا. ببین هم ساخت فیلم جالب بود، هم داستانش جالب بود، هم جلوه‌های ویژه‌اش باحال بود. با اینکه قدیمی‌تر از بعضی از فیلم‌های مارول بود، جلوه‌های ویژه‌اش خیلی باحال بود. عشق کردم. بعد یکیشو دیدم، یه دونه دیگه داره، داستانش خیلی باحال بود و اینکه الان رایان گاسلینگ میخواد بازیش کنه خیلی برام جذابه. منم دوست داشتم. بعد من خیلی نمیدونم داستانش چیه، چون من اصلا تو مارول نبودم. نه نگو. چیز خاصی چون نداره. دوست دارم ببینمش. نه نگو. خب پس ببین چون واقعا جالبه. میبینم. بعد دیگه چی دیدم؟ از مارولیا اول بگم 2 تا پانیشرها رو دیدم. اولیش باحال‌تر از دومیش بود. دومیش که آقای نشونت میدم آقاییو. آقای خیلی دوش خیلی باحال نبود. یکش خیلی جالب تر بود. بازیگرش کی بود؟ نمیدونم، ناشناختن، خیلی نمیدونم. 2 تاشونو اینجا میذارم. اولیه بهتر بود، هم ساختش هم ایناش جالب تر بود، ولی یه تیتراژ مشتی داشت. فیلم اولش شبیه پدرخوانده و مکس پین و اینا بود، خیلی دوست داشتم. ولی دوش خیلی خشن‌تر بود، مثلا اینطوری تیر میزدن، همه رو هی تیر میزدن با جلوه‌های مثلا مغز طرف پوکیده بود، قشنگ نشون میدادن، اصلا سانسور نمیکنن. خیلی جالب بود ولی خیلی قوی نبود. یعنی پانیشر سریال جان برنتال خیلی بهتر از این است، خیلی قوی تره. به نظرم نتفلیکسه اون فکر کنم. با این حال خوب بود. فکر کنم پانیشر هم مثل دردویله که اولش دست نتفلیکس نبود بعد نتفلیکس خریدش. نه فکر کنم این کامل مال نتفلیکس بود، چون اصلا ادامه نداشت. 3 فصل ساختن دیگه، همین بود دیگه، نداره. 3 فصل یا 2 فصل؟ فکر کنم 2 فصل. 2 فصله فکر کنم. دیگه چی دیدم از مارولیا؟ آیرون من 1 و 2 رو دیدیم. خب ثور رو دیدیم. بابا اینا خیلی دوست داشتن. راضی بودم، به خودم افتخار کردم، گفتم یه دوست داشتن. من خودم خیلی دوستش دارم، خصوصا آیرون من واقعا دوست دارم. ثورم بامزه بود. ماشاءالله هیکل. ماشاءالله این خانواده هستن. ژن برترن. واقعا ثورن. واقعا اصلا باورم نمیشه اینقدر ژن برترن خانواده که همشون دمشون گرم به جز لیام. دقیقا می‌خواستم همین. بعدم میاد ازش. ما با لیام زاویه داریم. اصلا ببین حتی بازیگر خوبی هم نیست. حتی داخل دیدی سریال چیزشو The Most Dangerous Man. من اصلا هیچی ازش نه. ببین چرا یه فیلم ازش دیدم که با مایلی سایرس لسانگ اگه اشتباه نکنم. اون بد نیست. اون تنها فیلم اولین و آخرین فیلمیه که ازش دیدم. اونجا استثنا هم بدی نبودش. دیگه چی دیدم؟ خیلی دیدم، باید بام تحمل کنم. بگو. دیگه مارولی فکر نکنم دیده باشم. این The Grey رو دیدم که بچه من بیزی بودم. من خیلی بیزی بودم. به خاطر همین ندیدم، وگرنه میخواستم ببینم. ببین چیز خاصی نبود، یه اکشنی ساده بود. آره میدونی بیشتر کلن اینو دوست دارم که این حالت فیلم های اکشنی اینطوری جاسوسی رو دوست دارم. آره با اینکه خیلی مثلا بعضی جاش خیلی غیر منطقیه ولی خیلی دوستشون دارم. مثلا عمدتاً هم هنری کویلیاشو دوست دارم. آره چون واقعا جالب بازی میکنه. مثلا اون من فرام آنکل رو خیلی دوست داشتم. من تنها چیزی که ندیدم اونه از فیلم های هنری. خیلی دوست دارم ولی نمیاد. خیلی من دوستش داشتم. ببین اون طنز توشو کلا فیلمایی اینجا که همینطوره، طنز خاصیشو داره. این فیلمایی که جدی ان ولی یه طنز ریزی دارن و کلا دوست دارم. ببین فیلم گرونی بود، بازیگرای درجه 1 داخلش بود. به جز جک جیلنهال و هنری، این خانم مال گانگرل هست، خانم دلونده. آره اون اسمش نمیدونم، همیشه اسمش یادم میره. آره. اون داخلش بود.
اون خانم مال آمبولانس فکر نکنم دیده باشی، خانم لاتینه مال آمبولانس، عکساشون رو میذارم، ببخشید من خیلی اسمو سریع یادم میره. اون خانومیه داخلش بود، بعد یه 4-5 تا درجه 1 داخلش بود. اینطور بودم که چه بودجه زیادی. اون روز زدم جلوی کم یه 4 نفر رو دیدم ولی یادم کسی نمیاد. که به من ایراد میگیره چرا فیلم ها رو اینطوری میبینی؟ چرا میزنی؟ من همینطوری یه دقیقه زدم چرا کامل دانلود شده یا نه. ای خب دیگه چی دیدم؟ دیگه خیلی چیزا دیدم، هنوز بگم. فیلم سیکس سنس رو دیدم، همین که چیزیشه قدیمیه، وای واقعا دوستش جالب بود. خیلی اون پلات تویست تهش خیلی دوست داشتم. ترسناک بود یکم اونجاش که هی خیلی. روحا و اینا رو آره ولی خب نه خیلی اونقدر میدونی ترسناک نبود که مثلا بگی یه دفعه نه ولی یه جایش اینطوری بودم که آره میدونم دقیقا میدونم کجاشو میگی که یه دفعه یه روح یا پشت سرش رد میشه. دقیقا میدونم. فیلم جالبی بود. من پلات تویست تهش خیلی دوست داشتم، قشنگ حد نمیزنم. این که مامان باور نمیکرد خیلی تو اعصابم بود. مامانه که مامان پسر بچه باور نمیکرد روحا رو میبینه. آره هی مثلا میگه خب مامان جان اگر که من دروغ میگم یا تخیل میکنم این آقای دکتر چی میگه که داره حرف منو باور میکنه؟ بعد اینطوری بود که نه خب آقای دکتری وجود نه نداشت. میدونم مثلا ما که اون تهش فهمیدیم آقای دکتر وجود نداشت. بعد اولش که نمیدونستم. بعد اولش خیلی منطقی وقتی فهمیدی آقای دکتر وجود نداره خیلی منطقیه که هیچکی باورش نمی‌کرد. خب من اولش نمیدونستم مثلا متوجه نشدم که مامان وجود دکتر رو نمیفهمه. خب همین دیگه تو هیچکی نمیفهمه همین. ولی وقتی پلات تویستش برمیگرده اینطوری که چقدر منطقی. من میگفتم خب چرا مامانه اینقدر با پسرش بد رفتار میکنه، چرا باور نمیکنی؟ ولی من خیلی دوست داشتم. فیلم جالبی بود. دیگه چی دیدم؟ ببخشید خیلی طولانی شد. دیگه چی دیدم؟ تموم شد. دویز ماوس ندیدی؟ دویز ماوس میخواستم نگم در موردش، تو دوستش نداشتی. من منتظر بودم بگی که من مخالفتم نشون. دویز ماوس رو دیدم، خیلی بازیگرای خوب توش بود ولی فیلم خیلی آنچنان واوی نبود. بازیگرای آنچنانی هم توش نبود. بازیگرای رو دور داخلش بود دیگه. آره ولی این چیزه تو آل د بویز الاود بیفور جرمایا و این دختره که تازه معروف شده. به نظرم تیپیکال تمام فیلم کوسه‌ایا بود، خیلی تکراری، مسخره و لوس. خوبه برای هیجان آخر هفته خوبه. آخه هیجانی نداره، تو برای هیجان آخر هفته خیلی فیلمای بهتری میتونی ببینی. من نمیفهمم چرا باید یه گروهی پاشن برن وقتی دارن یه چیزی تو آب میبینن بعد یه لاک پشت انقدری که لاک پشت بعد نصف شده جای دندون و دل و رودش ریخته بیرون و تو داری میبینی و اینطوری که خب حالا بریم تو قار شنا ایوا پامو گرفت ایوا شنا نمیفهمم، خیلی غیر منطقی. بعد من نمیدونم چرا تمام این فیلم کوسه‌ای ها اینطوریه که هر تعداد آدمی باشه همشون باید بمیرن به جز یه نفر، اونی که اول فیلم باورش نکرده. نه همون اول فیلم میترسید یه دفعه ته فیلم به شکل معجزه آسایی قوی میشه بعد میزنه طرفم میکنه مثلا کوسه هرم میکشه. بیا سری فیلمای پیرانها رو ببینیم، این ماهی گوشتخوارا. من خیلی دوستش داشتم با اینکه قدیمیت خیلی باحاله. انشالله. نگو این انشالله یعنی هیچ وقت بابا خب لیست فیلمامو دیدی تو؟ لیست فیلمامو دیدی تازه هر روزم یه فیلم جدید هوس میکنم ببینم. خب من یه تون خبرامم بگم. بفرما. چند هفته گذشته دی23 بود. بله دیدم. مراسم دیزنی بود. بله. خیلی چیزای خوبی معرفی کردن. خیلی راضی بودم. اول اینکه 2 تا سری فیلم استار وارز میخوام بسازن. بذار اسمشون رو بگم، اسمشون جدید بود. یکی آشوکا. خانومی اینطور راه آره اون آسوکا سریال داره. آره فصل 2 داره میاد و استار فایتر باز رایان گاسلینگه. اینو نمیدونستم، آسوکا رو خوندم ولی این دومی رو نمیدونستم. این 2 تا دارن میان. از مارول تریلر جدید دومزدی اومد که بله دیدم و ویژن کوست میخواد بیاد که فکر کنم به واندا مربوط باشه دیگه. مگه شوهرشی؟ آره خب اسپویلر. خب وقتی که ویژن میمیره
واندا داخل سریال خودش میره یه دنیا میسازه که زندگی کنه. خب بعد اون دنیا هم از بین میره، ویژن از کجا میخواد، بعد داخلش اولتران هم هستش. خیلی جالب بود. بعد ایندیانا جونز میخواد بیاد. آره با این عمویه که قبلا هم خودش بازی میکرد نقش ایندیانا جونزو. بعد ایکس من جدید بازیگراش معرفی کردن. سید علی سینک میخواد به عنوان جین. من مارول فن نیستم، تو باید بدونی. تو ایکس من دیدی. بعد من کیت کانر قراره این عمویی چش لیزریه باشه، بقیه‌شون هم مهم نیستن. استیچ جدید داره میاد. من استیچ ندیدم ولی خیلی برام خاطره داره. منم ندیدم فیلمشو ولی خیلی جالب بود واسم که استیچ داره میاد، خیلی بامزه بود. بعد عصر یخبندان جدید داره میاد. من فقط دیدم که مثلا فروزن 3 قراره میاد. فروزن 3 داره میاد. یکی دیگه هم دیدم کوکو 2 قراره بیاد. آره کوکو 2 رو دیدم. بعد انکانتو 2 میخواد بیاد. یکیش یادم چیز خاصی نبود که 2ش بیاد دیگه. حالا زوتوپیا 3. آره زوتوپیا من 2ش هم ندیدم. قشنگ بود. من جالب ببینم. جالبه. به قشنگی یکش نبود به نظرم ولی خوب بود. در کلا الکی دارن کشیدن، انگار داستان جدیدی واسه گفتن ندارن. اینقدر که تو این مراسم هی فیلم‌های جدید گفتن، فیلم‌های قدیمی هی می‌خواستن الکی بیارن سر صحنه چون طرفدار دارن. پرسی جکسون میخواد بیاد. سری کتابه پرسی جکسون میخوام. سریالاش؟ نه سری فیلمش میخواد. فیلم‌هایش یه تعدادی اومدن. یکی نداشتن میساختن، سریال بود فکر کنم. نه بجز اون. یک سری فیلم داشتن، الان آره. یه فیلم دیگه دارن میسازن. خب همون قبلیه رو مگه تو وایسا یه دقیقه صبر کن. یه سری فیلم داشت که این پسر توش بود که اسمشو نمیدونم. بازم میخوان یه خب یکی دیگه ساختن جدید بود، سریال بود. خب پس یه فیلم دیگه دارن. خب چه کاریه؟ بودجه‌تون رو بذارید سر همین که دارین میسازین دیگه. بعد دیگه چی؟ پرنسس دایریز 3 داره میاد که فکر کنم خیلی لوس قرار باشه. نه منم شگفت انگیزان 3 داره میاد. همشون میدونین همه رو دارن تکراری. هیچ ذوقی ندارم حقیقتا. بعد از اینکه شرک 5 تریلرش اومد ناامید شدم و دیگه بعدش هیچی برام جذاب بیاد. بشینید خلاقیت به خرج بدین یه چیز جدیدی. دیگه چی؟ لایو اکشن گیسو کمند داره میاد که خانومیه. بیشتر به جای اینکه شبیه گیسو کمند باشه شبیه ریجینا جورجه. خوب بودن بازیگراش که اتفاقا اصلا شبیه خود دختره و این فاز اونا رو نمیدن. شبیه ریجینا جورجه. خب من خبرم ولی به نظرم به نسبت بقیه فیلم ها خیلی نزدیک انتخاب کردن. آره خوبن بد نیستن ولی اون قدی که باید بگیره نگرفت. نمیدونم. حالا شاید ببینیم. آره. و اینکه مقدار خیلی زیادی دارم هری پاتر میخونم. راضیم. این کتابش واقعا جالبه. قشنگ یه پله بزرگسال‌تر شدن خیلی جالبه. هر چقدر که من فیلم و کتاب نخوندم و ندیدم تو جبران کرد. دست در نکنه. قربانت. خب این بود اخبار این هفته. موضوع این هفته چیه؟ موضوع این هفته میخوایم در مورد ترندا صحبت کنیم. ترند. هر وقت یاد گرفتم اینطوری بزنم برد کردیم. خب ترند. ببین بحث از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که تمام my mom and my dad they fell in love and they had me. Hi, I'm Ryan. My life is kind of crazy. خب یادم رفت. ترند. داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از اونجا شروع میشه که الان هالیوود رو نگاه کنین، بیشتر بازیگرا شبیه معتادهای زیرپولی شدن. شیشه میکشن. من نمیدونم این چه قیافه. بعد فکر میکنم که خیلی سالمن. آخه من نمیدونم خیلی خوشگل بودن همه. مثلا چه میدونم آریانا گرانده چاق نبود. سال 2010 آریانا واقعا زیبا بود. 2015 واقعا زیبا و خوشگل بود. کلا قبل از اینکه این تزریقات رو داشته باشه خیلی زیبا و قشنگ بود.
واقعا زشت شده. من نمیفهمم لاغری بیش از اندازه‌ای که بخوان با اوزمپیک و اینا بگیرن اصلا قشنگ نیست. آخه کسایی رفتن اوزمپیک زدن که خودشون لاغر بودن. آره. مثلا امیلی در پاریس اسمش چیه؟ لیلی راین ها؟ لیلی چرا میگم راین ها؟ ببخشید بابا صبر کن. لیلی اسم من اسمش یادم رفت گفتی. لیلی کالینز. آره. لیلی کالینز خودش لاغر بود، کوچولو ریزه میزه بود. من نمیفهمم. تو فصل آخر امیلی این پاریس که اومد واقعا اسکلت خالص شدن. من نمیفهمم. یا مثلا دمیمور واقعا خودش خیلی خوشگل بود. واقعا اصلا نه تنها بدنشون لاغر میشه، این صورتاشون زشت میشه. استخون قشنگ شبیه یه استخونیه که یه پوست کشیده روش. یا این دختر مال ونزی اسمش چیه؟ آره جنا اورتگا. این خانم چینیه هست مال Everything Everywhere. آره. اونم خیلی بده. آره. شارلیز تیرون وای اصلا زشت شدن. من حتی تیلور این سری تازه اومده تو خیابون عکس گرفتن، این استخونای قفس سینه‌اش زدن بیرون. من نمیدونم بچه‌ها استخون زدن بیرون قشنگ نیست. هر استخونی بیرون باشه قشنگ نیست. مثلا جیجی حدید و اینا رو ببینید چقدر هیکل قشنگ. آره اتفاقا داشتم اون روز فکر می‌کردم که حتی بلا حدید هم یکم چاق شده، خوب شده. آره مثلا داشتم فکر می‌کردم که نکنه اینا هم برن و چون تو صنعت مد کمتر هست باز فعلا هنوز بین بازیگرا. عجیبه واسم چون همیشه صنعت مد اینطوری بودن که اصرار شدید به لاغری داشتن. اون روز داشتم یه چیزی میخوندم که نکنه مثلا این تاثیر سوشال مدیای کره‌ایه، چون کیپاپ خیلی روی فیت بودن و لاغر بودن آیدلاشون تاکید داره. بعد خب تو سالهای اخیرم خیلی کیپاپ وارد هالیوود شده و فراگیرتر شده. داشت میگفت که مثلا میتونه تاثیر اون باشه، چون اونا هم مثلا حالا اوزمپیک نداشتن تا الان ولی آیدلاشون خیلی رژیمای سختی مثلا گرسنگی‌های زیادی به خودشون میدن که توی اون چارچوبی که کمپانیشون میخواد بمونن، که خیلی هاشون هم باعث مریضیشون شده بود. ولی من خیلی ندیدم این حالت استخونی داخل کره. خب آره تو کره نیست. خب وقتی در حال آمریکایی همیشه داشته باشی یه پروداکت داشته باشی میگن ببین اگه میخوای مثل اون چی، خب به هر حال استخونبندی آمریکایی یا با کره یا فرق داره. خب وقتی یه پروداکت داشته باشی میگه ببین اگه میخوای مثل اون باشی بیا این استفاده کن، بعد اونم استفاده میکنه. آخه این اوزمپیک که میزنن اصلا داروی دیابته. آره من نمیفهمم. ببین یعنی اون سری هم گفتم میفهمم اگر یه کسی خیلی چاقه، چه میدونم مثلا لیزو یا باز من مگان ترینرم نمیفهمم، هیکلش خوب بود. کسایی که خیلی چاقن رو میفهمم، منطقیه. مثلا جونا هیل و اینا رو میفهمم. چاقی غیر سالم، چون بعضی ها هستن مثلا ناسالم بعضی هستن مثلا درسته که حالا یکم توپولیه ولی سالمه. خب حالا به هر دلیل نمیشه چون چاق ناسالم باشه. یکم چاقه چون شاید تیروئید داره یا هر چیزی نمیشه آقا نمیتونه اونو آب کنه، ولی اونی که ناسالمه قابل درکه، منطقیه. مثلا چه میدونم این ربل ویلسون مال آره. اون لاغر شد الان اندامش خیلی هم خوبه، سالم هم همه چی، ولی الان از دست داره خارج میشه. بعد این که خودشون تاکید دارن که سالمن باعث میشه بچه‌های کم سن‌تر تو نوجوانا فکر کنن این طبیعیه. حالا ما یکم تو ایرانی‌ها کمتر جوگیریم برای این قضايا، تو آمریکا فکر کنم خیلی چند وقت دیگه یه موج ایتین دیسوردر میاد براشون. آره دیگه کلا داستان اینه که هر چیزی که ترنده خوب نیست، در کنارش چیزی که ترند شده بیشتر پیلاتس ریفورمر. خیلی ورزش خیلی جالبیه، با مزه است برای اینکه بری امتحانش کنی. فکر کنم به نظرم خوبه اتفاقا، حتی اگه کسی به خاطر اون ترند بودنش و ادا بچه‌ها کلمه شاید اشتباهی باشه ولی خب قبول کنین که کلمه ادایی به منظور خوب نه به منظور بد.
حتی برای اون ترند و ادا بودنش داره میره ورزش امتحانش میکنه. خیلی خوبه اتفاقا. تو برو چه میدونم ورزش کن، به خاطر ترند بودن استنلی برو یه پارچه آب بخر و آب بخور. اینا خیلی خوبه. دوست ندارم که هی یه چیزی ترند میشه و الکی گرون میشه. مثلا چه میدونم همین کلاس پیلاتیس هر چقدر که قیمتش هست اون ریفورمرش 10 برابرشه. چون دستگاهش گرونه، میدونی؟ آره دلیلش رو میدونم. میگم یعنی اگر همین دستگاه در حالت عادی می بود داخل کشور می بود و دستگاهش هم گرون بود یه قیمتی داشت، ولی الان چون خیلی معروف شده بیشتر از اون چیزی که قیمتش هست گرون شده الکی. فکر نمی کنم زیاد به خاطر این باشه. آخه چون ببین دستگاهش وارداتیه و خیلی منطقیه که گرون باشه. وقتی گرون باشه خب مثلا من خیلی دوست دارم امتحان کنم ولی هیچ وقت نمیرم 20 تومن بدم براش. 100 سال سیاه. تو نمیدی بقیه میدن. چوستی. چیزم همینطور الان استنلی با قوطی آبای بشکه‌های آب دیگه یه چیزن تقریبا، ولی چقدر تفاوت قیمت. یه چیزن استنلی ترند اونو یکم میشه گفت به خاطر ترند بودنش. بعد استنلی دقیقا مطمئن نیستم کجاییه. آمریکاییه. خب با دلار میاد دیگه، بازم منطقیه. بعد تازه من شنیدم اونقدی که تبلیغشو میدن خوب نیست، حتی آبو سرد نگه نمیداره، بعد میریزه ازش. یعنی مارکای دیگه خیلی تایسو اون خیلی بهتره. من دارم راسیه. یه چیزی که خیلی ترنده و توی اعصابمه الان از توی ورزشی اول بگیم بعد برسم به چیه دیگه. الو من دوستش دارم. من کاملا میدونم تو چرا بدت میاد و نه بابا جالب نیست به نظر. اصلا این الو بود که جوراب روی ساپورتو مد کرد دیگه. خب جالبه. چرا باید جوراب بلند سفید رنگ حالا نه تا اینجا بپوشی؟ واقعا قشنگ نیست. حالا زیاد خوشگل نیست ولی اونقدر که تو میگی نه مشکل نداره. بعد از این بدم میاد که هر جا میرم میخوره تو صورتم مارکش. خب چون ترنده. خب باشه آدیداس و اینا چشون بود. خب چون ترند نیستن منطقیه. میدونی بهتره. نمیخوام. خوشم نمیاد. آره باش. یه چیز دیگه هست ترند خیلی تو اعصابمه. ساوردو خمیر ترش. دوستان آمریکاییای عقب مونده. بابا این خمیر ترش ما همه عمرمون داریم خمیر ترش میخوریم و هیچ وقت اینطوری نبودیم که نون خمیر ترش. بعد اینا اینطوریه که نه باید نون خمیر ترش بخوری. هر جا نون خمیر ترش است اینطوریه که دوست دارم. خیلی تو اعصابم. حقیقتا اینی که تو گفتی من زیاد ندیدم. من خیلی دیدم آخه جدیدن تو ایران هم داره میاد. آخه نون سنگک، نون بربری، نونای عادی خودمون همه خمیر ترشن. قبل از اینکه این بیکینگ پودر و اینا بیاد همه خمیر ترش بودن. بعد خیلی برام عجیبه که اینا تازه بهشون رسیده هی گیر میدن نه باید خمیر ترش باشه. اگر خمیر ترش نخورید معدتون فلان میشه، بیسار میشه، اینطور میشید، اونطور میشه. دوستان هیجانشو دارن. بعدم میاد یه چیزی زیادی فراگیر بشه. هیجانشو دارن. نمیخوام. نداشتن تا الان میخواد هیجان دارن بذارن. اصلا خیلی لوسه. یه چیز دیگه هم که خیلی بهش گیر میدن پروتئینه. بسه. کلن الان همه چی بازم این برمیگرده به ترند سلامته که همه چی پروتئین. تو همین ترند پروتئین به نظرم پروداکت‌های پروتئینی کاله خیلی لوسن و اصلا خوشمزه نیستن. یه مزه عجیبی دارن. برای چی من باید دوغ با پروتئین بخورم؟ بذار دوغمو بخورم. ببین منطقیه که خب برو چه میدونم برو اسموتی درست کن، پروتئین بگیر بریز توش، خیلی خوشمزه ترم میشه. آخه مثلا طرف میخواد تمام پروتئین هر چیزی که میخوره یه پروتئینی بهش برسونه. خب چرا؟ خب راحت تر. اگه قرار بود همچین چیزی باشه تو همه پروداکت‌های غذایی که بود به طور طبیعی پروتئین می بود. البته خود دوغ هم چون از لبنیات پروتئین داره
پروتئین قابل توجه منظورم. نه میدونم، این که تو پروتئین اضافه کنی بهش منظورم. میدونم چی میگم، یعنی داره اون مقدار، ولی کلا وقتی ورزشکارای حرفه‌ای میخوان اون هدف پروتئینشون رو برسونن، آقا اون ورزشکاری که تو میگی اون اصلا پلن غذاییش فرق میکنه. آره. نه اصلا نیاز نداره اون برای چی باید بیاد دوغ پروتئین بخوره. نمیفهمم بابا میگم یعنی راحت تر میکنه کارشونو. منم میدونم چیز مزخرفیه. آقا اگر تو ورزشکاری به نظرم برو اسموتی پروتئینی بخور. ما همیشه داشتون اسموتی نمیخواد. خب چرا باید دلش اسموتی پروتئینی که خوشمزه است نمیخواد، دلش دوغ پروتئینی میخواد که خوشمزه نیست. ببخشید دیگه. کلا این قضیه پروتئین و اینا خیلی تو اعصابه. خب بس دیگه غذا تو بخور دیگه، لوس بازی نه. غذاتون رو صاف بخورید پروتئین کافی بهتون میرسه. آره. دیگه از ترندابت بگم، ترند لباسی هم خیلی تو اعصابمه. ببین ترند لباسی رو من دوست دارم تا یه جایی. نه منم دوست دارم، نه که مخالفش باشم. از اینکه میرن هر چیزی که تو هر کشوری معروف شد میارن اینجا میپوشن، تو اعصابم میگم عزیزم هر چیزی که تو کشور دیگه مده مناسب اینجا نیست. هر چیزی ولی میپوشن دوستان. من کلا نمیپذیرم. نظرم اینه که باید بسنجی جو اون کشور چجوریه، که مثلا پالتوی تو زمستون پالتوی پشم انقدر میپوشید که پراش زده بیرون. عزیزان اینجا سیبری نیست. آخه باشه ولی قشنگه. نه حالا به هر حال نمیاد تو خیابون بپوشه که یکی تو خونه که نمیپوشه. خب چرا شب بخواد مهمونی بره میپوشه. حالا شاید تو خیابون دیدیش که تو اون راه مهمونی بوده. ببین ولی نه من دوست دارم چیزی که خوشگل باشه. به نظرم تو آخه معمولا اینایی که هر چیزی مد میشه رو میپوشن. نه هر چیزی مد میشه بپوشی، نه مثلا پیک کنی، انتخاب کنی. آره اینو دوست دارم. مزه‌شون چایه. مثلا من این پولو شرتی که مد شده رو خیلی دوست دارم. نمیفهمم، ندیدم من مثلا. نمیدونم یکم توضیح بهم بده. تیشرت از این یقه اینطوریا، تیشرت هم بعد پولو داره، مارک پولو داره. پولو همینه که اینطوریه. آره پولو. چرا نمیدونمش، چرا نمیاد تو ذهنم. این تو ذهنم هست. خب پولو شرت دیگه خیلی یه تیشرت در نظر بگی که یه آرم داره اینجا. من دوست دارم چون به طور معمولی هم میپوشم اونو. دوست دارم. ما مد اختراع میکردیم وقتی مد دارم. واقعا نمیدونم کلا خیلی یه چیزی معروف میشه نمیپسند. از دمپاییایی نه ببخشید از این صندلی پاشنه بودن اصلا خوشم نمیاد. اینا که دمپایی انگشتی پاشنه دارن میگم دیگه. متنفرم. خیلی بیخوده به نظرم. یعنی چی؟ خیلی زشته. واقعا قشنگ نیست. آره واقعا. بعد با کاپریس میپوشنش. اونو من دوست دارم. من کاپریس خوشم اومده. من اونو ولی دوست دارم. نه با دمپاییش خوشم نمیاد. بعد یه تاپ کلا این همین توی روند لاغر پروری فشن میان لاغرای دختره خیلی لاغر رو یه تاپ بندی میکنن تنشون کراپ با این کاپریسا با اون صندلا. به نظرم اصلا قشنگ نیست، اصلا جالب نیست. دیدی خیلی آره دیدم ولی بالا تنم دوست دارم استایلشو به جز دمپاییش. نمیدونم شاید هم ما مد نمیشناسیم، شاید این قشنگ به نظر میاد. ما نمیشناسیم، ما به عنوان یک شهروند معمولی داریم توضیح میدیم. جالب نبود، دوست نداشتم. من دوست دارم. قبلا مدا رو بیشتر دوست داشتم، مد لباسا رو دوست دارم، هم قدیمو دوست دارم هم الانو دوست دارم. نه الان اصلا خوشم نمیاد، هرچی مد میشه اینطوری هم که نه من دوست دارم. نه. خب تموم شد دیگه، حرف برای گفتن نداریم. من دیگه چی؟ بحثمون این بود از صحبت‌های امروز. ترندا رو صحبت کردیم. نتیجه شبیه لک این بری میشه. نتیجه صحبت‌های امروزمون اینه که هر چیزی که ترند شد خوب نیست. یاد گرفتیم و هر چیزی که ترند شد دلیل بر این نمیشه که بد باشه. هم خوب داره هم بد داره. ترند حسابه که هی میرن سریع گوشی و چیزاشون رو عوض میکنن که مد روز داشته باشن.
ترند نیست نیست. این از قدیم الایام بوده. ولی اصلا جالب نیست. اینم نمیفهمم تا وقتی که گوشیت کار میکنه چرا باید بری عوض کنی؟ دوست داره، پول داره، میتونه میخره. این بود از قسمت امروز. باشد که خوشتون اومده باشه. زرد باشید و چی بود؟ یادم رفت. زرد باشید و مانا؟ بنانا. نه، زرد باشید و بنانا و بالوالدین احسانا. سجنرم خیلی خوبه. نه درست. خب تمام شد، یعنی میخوام بریم خونمون دیگه. میخوام بریم خونمون دیگه. امیدوارم قسمت بعدی که ضبط میکنیم برف اومده باشه. دیگه نمیتونم، دیگه رد زدم. دفعه بعدی برف شدی میام میتونیم برف. خب امیدوارم دوست داشته باشین این قسمت رو. بوس پس کله هاتون. تو قسمت بعدی هم میبینیم. خدافظ. تقه نکرد اصلا. جین 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 سابسکرایب کن.